خب یکی دیگه از سوالایی که خیلی اومده و اتفاقا سوال قشنگی هم هست اینه که من الان دارم یه انسولینایی میزنم، خب داروخونه نمیتونم داروخونه های خیلی دوری رو برم، بهترم از خونه خیلی خارج نشم. آیا میتونم انسولینمو تو این شرایط گاهی عوض کنم؟ یا اصلا رفتم یه شهرستانی تو قرنطینه‌ام، نمیتونم برگردم شهر خودم، باید همونجا انسولین تهیه کنم؟ ببینید انسولین دو جوره. اگر ساده شروع کنیم، یکی NPH اون انسولینای شیریه و یکی هم ریگولار یا آبکیه که خب NPH رو معمولا بچه‌های تایپ 1 2 بار میزنن، تایپ 2 یه بار آخر شب میزنن. NPH یا شیری انسولین تقریبا متوسط الاثره. وقتی شما اینو میزنی تا 12 ساعت، گاهی 14 ساعت 16 ساعت تو بدن میمونه. خب اگر جایی هستید که ریگولار NPH میزنید، خوشبختانه تو ایران خیلی زیاده، هر داروخونه‌ای برین ریگولار و NPH که هست و معمولا الان زمان تعویض نیست. خب ما خیلی سال‌هاست داریم ریگولار NPH ها رو با این پنا عوض میکنیم برای اینکه افت قندش کمتره، زدنش راحت‌تره، تو یخ و یخچال نمیخواد. منتها خب الان زمان تعویض نیست تو این شرایط که شما دسترسی به پزشکتون ندارید. خیلی الان دارن مثلا یه لنتوس انسولین پایه‌شونه، همون گلارژین به اسم آبازاگلار هم هست، یا لومیر آخر شب میزنن، 3 تا نوورپید یا اپیدرا قبل از هر غذا میزنن. لومیر، لنتوس، آبازاگلار اینا انسولینای پایه‌ان، یعنی شما یه بار که در روز میزنید 24 ساعت تو بدنتون هست و قندای ناشتای صبح یا ناشتای عصر رو کنترل میکنه. خب میدونید دیگه وقتی شما لنتوس یا لومیر یا آبازاگلار رو شب میزنید، بر مبنای عدد قند ناشتاتون دوزش رو بازی میکنید. خیلی هم ساده است. اگه قند صبحتون ناشتا بین 80 تا 140، معمولا میگیم دوزو دست نزنید. اگه تو این شرایط کرونا تو خونه این فعالیت بدنیتون کم شده، ناشتاهاتون 170 180، بین 140 تا 200، نه یه بارا، چند بار که گرفتید، متوسط بین 140 تا 180، بین 140 تا 200، یه 2 واحد اضافه کن. مثلا اگه لنتوس شب 20 واحد میزنی 22 تاش کن. ببینید بچه‌ها این یکی دو ماهه حالا قند یه ذره بالا باشه ایراد نداره، ولی تغییرات ناگهانی ندید که افت قند بکنید. باز افت قندم بکنی تو این شرایط به اورژانس زنگ بزن، اورژانس گرفتار کرونا تا بیاد خونه، آمپول گلوکاگون گاهی گیر نمیاد برای حملات افت قند. پس سعی کنید تغییراتی که تو دوز انسولینتون میدین آرام آرام 2 واحد 2 واحد باشه. حالا یکی سوال کرده که من قندم رفته رو 240 به خاطر اضطراب و ترس و اینا. اگه قندای ناشتات همش بالای 200، 4 واحد اضافه کن به لنتوس یا لومیرت. پس اگه قند ناشتا بالای 200، میتونی تا 4 واحد اضافه کنی. میمونه انسولینایی که قبل از غذا میزنیم، مثل ریگولار، مثل نوورپید، مثل اپیدرا. اینا همش با هم قابل جایگزینه. نوورپید گیر نمیاد، اپیدرا بگیر بزن. بیمم خدا رو شکر قبول کرده که نیازی به تهیه فرم نیست. یه گروهی از مریضای تایپ 2 هستن، بالاخره اونا هم سوال دارن. مثلا داره لنتوس میزنه با ویکتوزا با متفورمین، میشناسید این داروها رو، یا ملیتاید. حالا ویکتوزا ملیتاید یه داروان. خب تو این شرایط باز اونها هم باید مواظب افت قند باشن. من بیشتر خواهشم اینه که مراقب افت قند باشین. قندتون رو مرتب با دستگاه قندتون چک کنید. این شرایطیه که شما باید قبل از غذا، 2 ساعت بعد از غذا، حتی زمانهایی که علائم افت قند داری، گاهی اوقات قبل از خواب، قندتون رو بیشتر چک کنید تو این شرایط. و شما با چک عدد قندتون دیگه نیازی به ایوانسی ندارین. اصلا صلاح نیست فعلا آزمایشگاه برین. تو محیط آزمایشگاه برین، یه موقع ویروس رو از کسی بگیرید، هیچ ایراد نداره. ایوانسیاتون رو بذارید، مثلا قرار بود اول اردیبهشت چک کنید، بذارید مرداد چک کنید، بعد از این شرایط کرونا چک کنید. اگر قنداتون رو چک میکنید و عددهای قند ناشتاتون زیر 140، 2 ساعتاتون زیر 200، زیر 180، خوبه. فکر نکن اگه ایوانسیمو چک نکنم دکترمو نبینم چی میشه. نه، اگه قندات خوبه و افت قند نداری، فعلا اصلا نیاز به ویزیت نداری. اصلا همین سیستمای آنلاین با کلینیکاتون، با پزشکاتون در تماس باشید. خواهش میکنم از افت قند بیشتر بترسید تو این شرایط. یه موقع تو خونه‌ای فعالیت بدنی کمه، قندات خیلی رفته بالا، رژیم سفت میگیری، مواظب باش. اگر هم رژیم میگیرید هم دوز انسولین میبرین بالا، از اون ور یه موقع افت قند پیدا نکنید. خیلی خوب، پس فعلا نیازی به آزمایشگاه نیست. البته خب مریضی که نارسایی کلیه داره فرق میکنه، بیمارای قلبی فرق میکنن، بیمارای با نارسایی کبد تو شرایط خاصن، اینا بیشتر باید با پزشکشون در ارتباط باشن. از طریق همین اینستاگرام، همین فضاها میتونید سوالاتونو بکنید و من، همکارام بالاخره
سعی میکنیم بر برنامه‌های مختلف باهاتون صحبت